یوتیوب قطع وصل میشه. درست. آقای عبدالحمید از روسیه در ویدیوها یوتیوب آدرس لینک سایت شبکه جهانی توحید اشتباه نوشته شده. بله، لینک قدیم نوشته شده که دست اون اطلاعاتیه و درستش کرده. الان خدا بهتون خیر بده. آقای موحد از بنت، ایشون هم میگه صدا ضعیفه. آقای وحید الله افغان، یکی از دوستان برای ما کلیپ درست میکنه، خدا خیرش بده، به کارش برکت بده. دیروز فقط 14 تا کلیپ درست کرده، خدا خیرش بده. براش دعای خیر بکنید که خدا اون مشکلاتش رو حل بکنه، هم مشکلات ایشون و هم مشکلات کسانی که با ما همکاری میکنن. آقای فنی کرد از سنندج، لطفا در مورد سرمایه‌داری و سلطه دولتی جهانی و مدرنیته و صنعت تقابل جهان سنتی سرمایه‌داری توضیح سازید. اگر کتاب مکاتب در این لحظه اسم کتاب یادم رفت، از محمد قطبه، مکاتب معاصره هم چیزیه، اینو بخونید، همه اینا رو مفصل توضیح داده. سرمایه‌داری چیز جدیدی نیست، چاپیدن پول مردمه. فعلا یهود با این نقشه دنیا را داره فریب میده. در ضمن آقای فنی کرد، شما میتونید کلیپ درست کنید؟ لطفا جواب بدید. خانم زهرا از زاهدان، خیلی متشکرم. آقای احمد، این کلیپ چند لحظه قبل گذاشتم. شابهار، مولانا طارق جمیل، آیا ایشون صوفی نیسته؟ فاطمه شهادتگو از رج، آقای باباجان از روسیه، جمهور علما گفتند کیها رو منظر دارید؟ متوجه سوالتون نشدم، کیها رو مقصودتون چیه؟ آقای شریف نارویی، همدیگه رو سیراب بکنیم از محبت. هر چیزی اندازه بین مسلمان ها، چه مذهب باشه، من نه مذهب سنیش قبول دارم نه شیعهش، فقط دین خداست. مذهب مذهب انسانیته، چه قومیت باشه، چه حزب و گروه باشه، هر چیزی. نه، این حرف درش تقیه هست و درست نیست. پیامبر خدا فرموده که امت من 73 یهود 71 فرقه شدن، همه اهل گمراهی هستند. مسیحیان 72 فرقه شدن، همه اهل گمراهند، مگر اون یک اصلی که روی توحید ثابت مونده. و امت من 73 فرقه میشن، همه اهل آتشند مگر یک گروه. ساشد اونا کیان؟ فرمود که من کان علیه مثل ما انا علیه و اصحابی اليوم، کسانی که در راهی باشند که من و اصحاب من امروز بر اون راهیم، با اون چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش بر آن بودند، کتاب خدا و سنت رسول الله بود. ولذا پیامبر میفرمود که علیکم بالسواد الاعظم،
علی به تبعیت از پیامبر میفرمود که علیکم بالسواد الاعظم، با سواد اعظم مسلمانان باشید. احتمالا این حرفو یا از رو احساسات زده یا از دهنش در رفته. حکم جمعه مبارک چیست؟ بدعته. نباید گفت جمعه مبارک باشه. چرا اصحاب پیامبر مبارک تبریک نگفتند؟ بگین خدا قبول کنه، تقبل الله تعالی، اشکالی نداره. اما اینکه انسان تبریک بگه جمعه رو کار درستی نیست. همه بدعت ها یواش یواش اینطوری شروع شده. آقای عیسی از اهواز نمیدونم چیه. آقای محمد از زابل، علیکم السلام الله. هزاران بار شکر دوباره به خانه های ما برگشتید. خیلی متشکرم از شما. آقای عدنان از چابهار میگه که طارق جمیل صوفی نیست. نمیدونم، من دنبال موضوع نرفتم. آقای رسول از لارستان، بله. آقای عبدالرحمن از شبکه یوتیوب، ارکان کلمه لا اله الا الله مدت 36 ثانیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز سوال ما از شما اینه که آیا ارکان لا اله الا الله رو میدونین؟ لا اله الا الله 2 تا رکن داره. 2 تا رکن. رکن اول نفی، یعنی لا اله داریم نفی میکنیم تمام چیزهایی که داره غیر روحانیت شیعه با جعل امامت هر 2 رکن لا اله الا الله را به هم زده. ائمه رو جای خدا نشونده، بگذاریم جای پیامبر. از الله عبادت میشن. رکن دوم اثبات، یعنی تمام عبادت ها رو و انواع عبادت ها رو فقط برای الله اثبات کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا به شما خیر بده. مفید و مختصر. آقای احمد همزمان نگاه میکنم و پیام میفرستم برای شما. خیلی خوشحال هستم که برنامه‌تون دوباره شروع شد. من از طریق یوتیوب خیلی پیگیر هستم. الان کار من راحت‌تر شد. من از بلوچستان از طریق یوتیوب برنامه شما رو تماشا میکنم. خیلی عالی هست. سلام بر شما و بر همه بینندگان یوتیوبی ما. پخش اینترنتی یک کم مکس دارد، قطع وصل میشه، اما از طریق یوتیوب عالی هست بدون مکس قطعی. بله بسیار. خدا به شما خیر بده. دوستان چند لحظه‌ای به من اجازه بدید برمیگردم. همون حرفی را که شیخ الاسلام ابن تیمیه این شیرمرد بزرگ قرن 70 دنیای اسلام بعد از او مثلش را به خود ندیده است، هفتم پیش گفته بود که این رافضه قوم ملعونون، آیت پیشگان، رافضی پیشگان، لیس لهم دنیا منصورا ولا دین مقبول، اینها قومی هستند که قومی ملعون، دفین شده، اکذب الناس فی المنقولات، لیس لهم دنیا منصورا، دنیایی که به دست میارن، قدرتی که به دست میارن موفق نخواهد شد. و اجبل الناس فی المعقول ولا دین مقبول،
نه دنیای منصوری دارن، نه دنیای پیروزی دارن، نه دین مقبولی دارن. دینشون نگاه کنید، دینشون نگاه کنید، دینشون نگاه کنید، دینشون نگاه کنید، دینشون نگاه کنید. دعوت عیسی و موسی و محمد یکی است. دعوت توحید، دعوت اسلام، خداپرستی تنها. ای یهودیان، ای مسیحیان، ای مسلمانان، ای شیعیان، ای سنیان، بیایید این شرکه ها را دور بندازیم، تنها و تنها به سوی خدا برویم. حرف شیادان دینی رو، کلاشان امام تراش و قهر تراش رو دور بندازیم. مسلمانم و با شهامت، غیرت و جرأت و هم شجاعت، این هدف در ره دین و ایمان، عاقبت یا ظفر یا شهادت، عاقبت یا ظفر یا شهادت. این حقیقت بدان ای مسلمان، شد فدا جان فاروق و عثمان، حمزه با آن جگر پاره پاره، خالد و حیدر و سعد و سلمان، حمزه با آن جگر پاره پاره، خالد و حیدر و سعد و سلمان، 100,000 جوان لالگون شد، این زمین بهرشان رنگ خون شد، بهترین بندگان و رسولان، اشک و خون محمد برون شد، اشک و خون محمد برون شد، بهترین بندگان و رسولان، اشک و خون محمد برون شد. بانگ تکبیر و زد اقتدار من است، اقتدار من است، جام شهد و شرف افتخار من است، افتخار من است. دین احمد غریب و حزین است، ناله ها در جهان پرطنین است، در شمال و جنوب شرق و هم غرب، دین حق را خطر در کمین است، هم مغم مسلمان مقام است، ثروت و کاخ و یا پست و نام است، هم مغم مسلمان مقام است، ثروت و کاخ و یا پست و نام است، خواب و غفلت سراپا فتاده، فتح و پیروزیش هم حرام است، فتح و پیروزیش هم حرام است. غیرتت ای مسلمان کجا رفت، شوکت و عزتت در فنا رفت، گر صحابه ببودن در اینجا، نام ذلت به باد هوا رفت، بیش از این تا به کی در جهالت، تا به کی خواب و در این حقارت، بیش از این تا به کی در جهالت، تا به کی خواب و در این حقارت. زنده کن دین بر حق احمد، آن رسولی که گرید برآید، آن رسولی که گرید برآید. زنده کن دین بر حق احمد، آن رسولی که گرید برآید. بانگ تکبیر و زد اقتدار من است، اقتدار من است، جام شهد و شرف افتخار من است، افتخار من است. ای خدا در رهت جان نثاریم، چون حسینت شهادت شعاریم. ای خدا در رهت جان نثاریم، چون حسینت شهادت مرامیم. کربلا در خون و شجاعت، نخل دین با شهادت بکاریم. جان نثاران به راه خداییم، ما مسلمان و هم با وفاییم.
صدایی من مسلمانم 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 من مسلمانم. عجب رسمیه رسم زمونه، قصه باد و برگ خزونه. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. عجب رسمیه رسم زمونه، قصه برگ و باد خزونه. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. درود حق بر روح مجدد دوران، مولانا عبدالعزیز آن گوهر ایمان. ای پیر فرزانه نور این خانه، ز شمع تو روشن مکی چو گلشن. الهی ما مردیم ز داغ دامنی، مجاهد نستو طبیب روحانی. رنگها بشد زد در سوگ شیرمرد، سوختیم خدایا از ناله بودم. دو کفتر خونین دو گوهر زرین، ضیایی و صیاد ارواحشان بادشاه. ز خون تو صیاد بندر شد آباد. تو ای ضیایی چشم و چراغ مایی، نو رفته از چشمان آن قطب کردستان. آن لاله و ریحان ملا احمدیان، در سوگ تو گرید ماه و هم خورشید. به یاد لاله دل بیقراره. با عرض سلام مجدد. آقای عبدالحمید از روسیه یاد از دوران جاهلیت مولانا محمد معروف راسخ مدت 27 ثانیه. بسیار خوب. سابق ما میتو بودم، کسی کامل میگم بد میبردم. خب وابی میفتا پیش میکردم ما. پس آن دیدم که میتاپ اگه کسی این نبود غلط بوده توبه کردم. یقین کنین من بد میبردم. من کسی که از زیر ناف سر ناف دستش میبود میگفتم کلی زیره بپرانم. به خاطر که ما را گفته بودن این وابیست. وابی یعنی چه؟ اگه میشکومه پرسانش نکن. از یهود هم کده بتر است، در حالی که به حدیث عمل میکنه. شاید در عصر ما هیچ دعوتی مظلومتر از آنچه که اسمش وهابیت گذاشتن نیست. در میان شیعه و سنی مظلومه. مردم فکر میکنن واقعا مذهبی به نام وهابیت وجود داره، در صورتی که دعوت به توحید هر مسلمانی باید خوشحال باشه ازش.
استاد مسلم یار مدت 33 ثانیه رحمه الله. آخرین کاری که دشمن ممکن بر ما بکنه است که ما را بکشه. آرزوی ما هم است که در راه الله کشته شویم و هیچ آرزوی بزرگتر برای یک بنده مؤمن از شهادت در راه الله وجود ندارد. این شهادت را انبیا علیهم السلام آرزو کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من دوست دارم در راه الله بجنگم کشته شوم بعد زنده شوم، بعد بجنگم کشته شوم بعد زنده شوم. همین آرزو انبیا علیهم السلام و امام انبیا که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم است، همین آرزو را دارد که در راه الله کشته شود. خداوند رحمتش کنه. و از قاتلانش انتقام بگیره. راجب اخلاق خوب مولانا طارق جمیل شما ننوشی چند ثانیه چند دقیقه؟ میرے نبی کا فرمان ہے انا زعیم ببیت فی اهل الجنت لمن حسن خلقه. تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے. این زیرنویساش خیلی کوچکه، خونده نمیشه، یعنی منتقل نمیشه. ببینم کار دیگه میشه کرد. میرے نبی کا فرمان ہے انا زعیم ببیت فی اهل الجنت لمن حسن خلقه. تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. بلکه پیامبر خدا صلی الله علیه و میفرماد که لا دین لمن لا خلق له. کسی که اخلاق نداشته باشه دین نداره، کسی که امانت نداشته باشه دین نداره. انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را که در جامعه هست به کمال برسونم. آقای رسول خوش آمدید، خوش باشید عزیز، خیلی متشکرم. دوستانی که از راه خواهش میکنم لایک هم بزنن، این لایک زدن ها به نفع ماست. آقای مهدی از بندر کنگ خیلی متشکرم. خب کم کم رفع زحمت میکنم. اینجا مثل که سال جدیدی ندارید شما و برنامه ها روز اول، یکی دو روز اول انشاءالله که بهتر میشه کم کم. خداوند به کسانی که ما رو کمک میکنند و همکاری کنند جزای خیر بده. آقای محمد شریف از روسیه یک سوال دارم. آیا دختر که در دین دیگر است نکاح کردن ممکن است؟ بله. اگر یهود و نصاراست بله. اگر بیدین باشه کلا نه. اگر عموما از یهود و نصاراست مشکلی نیست. مثلا اصل در روسیه، در کشور غرب اینه که اینا اهل کتابن. برنامه شما در توحید تیوی لایو و یوتیوب و تلگرام تماشا میتونم، دارم تماشا میکنم. بسیار خوب. ها تماشا کرده نمیتوانم، نمیتونید تماشا کنید. اون لینکی که من برای شما فرستادم باید بتونید. البته این پیام تو مال دیروز بود، درسته، دیروز نبود. آقای محمد یونس از شبکه زلال. بله. خب دوستان همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون
به جا میمونه. میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. ز